بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. الحمدلله، من خدا خواهد ما شما قرار دادیم در ماه مبارک شریف رمضان. این هم باشد دهه انشاءالله خدا خواهد مغفرت. الله سبحانه و تعالی در این شب و روز که روزم طاعت داریم، فرمان الله با جا میاریم و شب و قیام اللیل الحمدلله و گزاردن نمازهای تراویح و در عقیده انشاءالله خدا خواهد، یعنی در عقیده قاری های محترم الحمدلله خدا خواهد انشاءالله، یعنی قرآن ختم شده است الحمدلله. به عدد شکر اولا همه انشاءالله خدا خواهد مسلمانان روی دنیا را قرآن در این دهه مغفرت گناهاشون مغفرت کند. الله سبحانه و تعالی که ثواب و که دارن با اون بدرگاش قبول کند انشاءالله خدا خواهد. عزیزان من امروز در محله انشاءالله زردالوزار امروز در خدمت انشاءالله الهی هستم. الله سبحانه و تعالی این جوان پسرها که گرچند روزه داشته باشند الحمدلله امروز در این خانه خدا برای برپا کردن طهارت خانه الحمدلله خدمت دارن. الله البته در امراشو، در اشقاشو، در کسب و کاراشو الله سبحانه و تعالی اله انشاءالله برکات عطا نماید. خدا همیشه خرسندی ها شادی ها بالای شادی شود. هر روز خدا خواهد باشدم یک وجه با پیش رفتستیم الحمدلله نگه نکرده با ماه شریف رمضانم الله با در ماه رمضان کشو قوت داده شده الحمدلله. یادت شکر این برادرها خدمت دارن الحمدلله شکرگزار باشیم. آنچه در اینجا خدا کسان خدمت میکنن و دلالت به خوبی میکنن الله سبحانه و تعالی انشاءالله خدا خواهد اجر و مکافات چه میتید، اجر و مکافات پاداش این در این دنیا هم انشاءالله خدا خواهد در آخرت هم های عزیزانی من خدا خواهد انشاءالله، چون که این خانه خودش است. در این ماهی مبارک رمضان خیلی که میگه که در حدیث قدسی الصوم لی و انا اجزی به، یعنی روزه برای منه و من اجرش خودم میتیم و این چنین این خانه خود شه انشاءالله این خانه را مکافات شه انشاءالله جزاها شه در این دنیا هم و در آخرت هم الله سبحانه و تعالی انشاءالله خودش کار میکنه سزاوار نگردند. برای نزدانی من شما هم انشاءالله خدا خواهد در دعا باشین. خب السلام علیکم برادر مونده نشه خدا خواهد انشاءالله. خدا کشو قوتیت الله اولا راضی باشه در یکی ما شما یک سخن میکرده در آیدی خدا خواهد رفتی کاری خونه الله. السلام علیکم تمام مردم خلق شارزمین و السلام علیکم و تمام مردمانی که ما را در صدای قرآن تماشا میکنند. امروز ما در خانه خدا که در دهه هوشیار به نام تاج محل که برپا شده ایستاده است، در دهه ما من محله ما زردالوزار آمده ایسته خود را گذاشته ایستاده ایم. من همین و تمام مردمی که ایسته خودش را به همین مسجد تاج محل ما گذاشته ایستاده است به هوای تشکر خود را اظهار می‌نمایم. من این چنین من امروزه که بچه‌ها که همچون روزه را نگاه نکرده آمده ایسته خودش را برای این مسجد ما گذاشته ایستاده. با تمام مردمی که در مسافرای هستند، بچه‌هایی که در مسافری هستند و تمام دیگه دولت‌ها کشورهای همسایه که ما را مشاهده میکنن نظارت میبینن به هوای منتداری خود را بیان میکنیم. الهی اجر این رو خدا در همه وقت هم و در آخرت هم خدا خودش مکافاتش رو میده. آمین و هر یک که من در حربی هم میگن سرکرده است در همین جا هم که با سرداری داملا مجیب‌الله که سرداری کرده ایستادن با اینا هم تشکر زیاد میگیم. من اینا هم پیش کشیدن کاری ما رحمت و اینا هیچ وقت مانده نباشه و ما دایم با همین داملا مجیب‌الله همراه
دائم در خدمت هستیم. رحمت برادرو، شما انشاءالله خدا شما کشو قوت یاد الله خداوند، یعنی در این دهه‌ای که مغفرت گناه همه ما شما را الله مغفرت کند و در امراتون در اسقاط و که خدمت دارن در خاندان تو انشاءالله الله فیض و برکات یاد. شما هم دولت خدا خود پیری ببینین، آرزوی که چی دارین دنیای آخرت خدا رسوند و سالهای بسیار بسیار در همین خانه مبارک یعنی طاعت عبادت کردن الله مشرف بینید. همیشه شاد باشین، همیشه خورم باشین. مسافرایی که در سفر هستند الحمدلله مثل گله خدا خواهد کبوتران هر روز سفر دارند، الله سفرهای بابرار یک کارهای خوب و مناسب شد صحت بودی سلامت با کشته های پول باری های سرخ نزد خاندان نزد وطنی عزیز برگشتش الله نصیب همه مسافران را الله چی مقصد چی آرزوها دارن برای خیر بگردوند. همیشه شاد باشن، خرم باشن، همیشه آسایشتگی تینجی خدا خواهد به شرافت ماه مبارک رمضان خدا در همه دنیا تینجی آسایشتگی همچنین در وطن ما و شما تینجی آسایشته فراوانی و پیشرفت انشاءالله جمعیت و عرب برقرار بدارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شاد باشین انشاءالله. من از من انشاءالله کارای ادامه دارد، گرچه باران بارید دست از رحمت الهی الحمدلله از جانب الله کم کم خدا خود رحمت بر سر ما و شما میریزد، لیکن همین هم نگاه نکن الحمدلله. یعنی با یک پیش با محبت این شعر بچه های شیاری الحمدلله انشاءالله خدمت دارن. همیشه شاد باشن، همیشه خرم باشن انشاءالله. عزیزان من کار سکسک آیسته آیسته یک قدم باشدم با پیش رفته است الحمدلله. در اینجا خدا خواهد یک قسم جوان خدا خواهد استها کار دارن با خدا خواهد انشاءالله آیسته آیسته با بالا هم حرکت داریم الحمدلله. خدا خواهد روزکای نزدیک انشاءالله خدا خواهد کاری ما ادامه می‌یابد الحمدلله. حاضر استها خدا خواهد یعنی از شهر می آمدگی هستند، خدا خواهد یک روزه انشاءالله خدا خواهد کرگسای بالای مسجدم بافتگی تیار است الحمدلله. خدا خواهد و می بردارن و انشاءالله نوبت بغیشتم انشاءالله می رسد. همشه که توفلی شرافتی مبارک انشاءالله ماهی شریفی رمضان کمتر کارمو و یک نم البته ما حرمت میکنیم و البته خدا خواهد چون که یک ماه کمتر انشاءالله خدا خواهد کار کنیم هم ماهی دیگه الله الحمدلله خدا خواهد برکات میتید و فایز انشاءالله خدا خواهد میتید. البته آمد رمضان از سوی بهشت میرسد و مشام مؤمنان بوی بهشت. هر کس که در این ماه دلازاری کند نه بوی بهشت بیند و نه روی بهشت. اون میگم در درون آبه روزگیری ثوابه، کسی روزه نگیرد او در عذابه. دل شده پاره پاره خدا خود نگهدار ما را، تو قوت و کوچ بده مردم روزه داره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.